در پایتخت گرجستان شهر تبلیسی 3 افسر والامقام پلیس در ارتباط با کشتار 2 نفر در سال 2006 به حبس گرفته شدند. این 2 نفر در داخل ماشینشان از طرف نیروهای تعیینات خاص به قتل رسیده بودند. دادستانی میگوید عملیات با هدف انتقام شخصی راه اندازی شد. تشکیل کنندگان آن با استفاده از شهادت‌های قلبکی عملیات را طور جلوه دادند که گویا افراد کشته شده اعضای گروه دسته جمعی جنایی می باشند. پدر یکی از قربانی‌ها که برای مجازات افسران پلیس معرکه تشکیل کرده بود، ماه گذشته در نتیجه ترکش مواد منفجره در نزد گور پسرش به قتل رسید. در نزد صرافخانه‌های ترکمنستان نوبت‌های طولانی به چشم می‌خورند. آوازه‌ها زیاد بوده است که قرب پول ملی ترکمنستان منات در مقابل دلار ایالات متحده آمریکا پایان برده خواهد شد. در ولایت مرو ترکمنستان صدها نفر برای خریدن دلار در نوبت ایستادند. ماه گذشته قرب منات 18% پایین برده شد و همچنان مقدار اجازت داده شده خریدن منات کاهش یافت. در بندر ماریوپول اوکراین مراسم یادبود 3 قربانی آسایشته حمله موشکی ماه گذشته برپا شد. روز 1 فوریه در نزد سفارت روسیه در شهر کیف صلیب‌ها با نام قربانی‌های این حمله گذاشته شدند. سپس در میدان تئاتر ماریوپول مردم شمع فروزان نمودند. سازمان ملل متحد میگوید که موشکباران از موقع‌های جدایی‌خواهان شرق اوکراین صورت گرفته هدف آن مردم آسایشته بوده است. در شهر پیشاور پاکستان 10 نفر به نشان اعتراض از تأمین محدود نیروی برق گردهمایی تشکیل کردند. اعتراضگران میگویند برق همگی 6 ساعت تأمین می شود. پاکستان با بحران نیروی برق مواجه بوده. در این کشور اعتراضها بر مقابل به اصطلاح لیمیت نیروی برق زیاد مشاهده می شود.